اونا که تو اینستاگرام زیاد میچرخن حواسشون باشه از هر چی که دارن متنفر میشن. مخصوصا بلاگرگردها. عرض کنم خدمتتون پیج های مد یه وقت پیج هدف داری برو پیج هدفت، اشکال نداره، من خودم پیج دارم. حرفای ما یه وقت نیستم میخواد بچرخی، مثل کسی که پول نداره میره پاساژ، هر روز میره پاساژ. تو که پول نداری چرا میری پاساژ؟ جز اینکه عقده‌ای بشی چیز دیگه نیست، برمیگرد. هی نگاه میکنه اگه اون خونه از خونه ما چیه، اگه اون یخچال این چیه، اگه اون مبلمان این چیه، اگه اون قیافه این، اگه اون شوهر این کیه، اگه اون زن این چیه. خب چرا ما قیاس میکنیم؟ از کجا نشأت میگیره؟ بصر، چشم، دایره دید. قدیم دایره دید کم بود. چرا؟ چون آدما که میدیدی واقعی بودن، همسایه ها و فامیلا بودن. الان اینستاگرام دنیا رو میبینی.